الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا و في كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا یغفرها غیرک یا رحمان و یا الله. سلام 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 مردم، سلام به روی مثل ماهتون هر کجا هستین. این ماه مبارک رمضانی که منتظرش بودیم فرا رسید. از خدا می طلبم برای مردم نجیب و شریف و عزیز سرزمینم هر آنچه خیر و برکت و رحمت در این ماه طهور. خوش آمدین. اینجا محفله، همون محفلی که انقدر بر دل و جان شما نشست. به برکت قرآن میان آسمان در جان و در دل به دنبال توی می ماه محفل. شحات العراق سید حسنین الحلو. جناب سید جلال معصومی رو تشویق کنید. سر کوه بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. علی شیر خدا یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان. دل ناشاد ما را شاد گردان. سر کوه بلند فریاد کردم، علی شیر خدا یا شاه مردان. خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. خوشحالیم که امسال در خدمت شما هستیم آقای معصوم. حاج احمد ابوالقاسمی، حاج احمد، ماه رمضان شما مبارک. مرد مهربان. سلام 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 ارادت. ماه رمضان شما مبارک باشه. سلام حسن. سلام عزیزم. سلام عزیزم. ارادت. شروع شد دیگه. دوباره شروع شد. بفرمایید. دانشی مرد محفل، فاضل و اهل ارادت و مودت و محبت و هنرمند، و حالا این وجه هنری امسال بیشتر معلوم میشه. غلام رضا قاسمیان عزیز رو تشویق کنیم. خوش آمدین، خوش آمدین، خوش آمدین. قاری، مبدع، خلاق، ناماشنا در جهان اسلام در تلاوت، حاج حامد شاکر نژاد. اول حسنین رو برید. خدایش ارادتمند، زنده باشید. حالا این ترکیب کامل شد به افتخار میزبانان عزیزم. به افتخار عزیزمون الحبیب الاعلامی الالمعی رسالت بوذری. ارادتمندم. انت حلو حبیبی. احلى حبیبی. امیدوارم که ماه مبارک رمضان 1403 1404 متفاوت از همه رمضان‌های عمرمون باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
آخه یه لپتاپ و موبایل چیه که شما نمیتونید برای من تهیه کنید؟ البته این بیشترش برای احترامه، ولی بعضی موقع از ترسه. نه میگن که ایرانی ها زنزلیلن، ولی من قبول نمیکنم. اینجاست که یه حیرت میشن و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا من، یه ده میگن آقا رو. همش فکر میکردم این یه کاری میکنه. همه جا هست. ما مثلا تو محله به این همسایه میگفتیم رادار، ما به چیزی میگیم که صورتگیر. یعنی گفتن از هر گونه یک جفت بیایند و بروند در این کشتی به این عظمت. یعنی انرژی عجیب غریبی این کشتی داشت و هیچ وقت خودم فکر نمی کردم که کشتی حضرت نوح موجود باشه و بشه به این وضوح در واقع دیدش. یه چیز جدید نیاز داریم، چون دنبال یه چیزای ماجراهای جدید بودیم. بالاخره پول داریم، پارتی میریم، جلسه رقص، عروسی. خیلی راحت. دستور لباسای منو برمی‌داری برای آدرنالین. اگه ما رمضون بهار کار خیره، اگه خدا یه دونه رو چند صد تا حساب میکنه، پس چرا جا بمونیم؟ طرح اکرام ایتام مثل سنوات گذشته برای سرپرستی ایتام و محسنین برپا و برقراره. کافیه که عدد 1 رو به 3033 ارسال بکنین تا رفقای من در کمیته امداد به شما بگن که چجوری میتونین هر کدوم از شماها یه یتیم رو سرپرستی بکنین. من برای همتتون یه یا علی میخوام. یا علی. بسم الله. یکی از برکات فصل 2 محفل، یعنی ماه مبارک رمضان سال گذشته، این بود که آدم‌هایی به محفل متصل شدند که به واسطه نور قرآن و اهل بیت دوباره علاقمند به تدبر و تأمل در آیات قرآن و انس و رفاقت بیشتر با کلام الله و حاملان کلام خدا شدند. یکی از اونها سرکار خانم آزیتا ترکاشوند از بازیگران خوب تئاتر، سینما و تلویزیونند که حالا یکی از اعضای محفلن. میگم از چه وجهی. اجازه بدین سلام علیک کنن و بعد من عرض کنم. سلام خانم، خوش آمدین. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم و همینطور اساتید محترم و عزیزانی که در منزل برنامه محفل رو میبینن. زنده باشین. فصل گذشته یه بخشی میدونم که شما رو جذب کرد و با محفل ارتباط گرفتین و این پایه و مایه ساخت مستندهایی بر مبنای قصص انبیا شد که راجبش توضیح میدم. اون چه بخشی بود خانم ترکاشوند؟ در واقع در برنامه قبلی محفل بانوی عزیزی به نام زهرا بودن که ایشون روشندل بودن و حافظ کل قرآن بود. بله. و وقتی من این عزیز رو دیدم در واقع با خودم فکر کردم که چطور میشه روشندلی که در واقع شرایط خاص فیزیکی داره میتونه اینقدر زیبا و شیوا حافظ و در واقع با این جوری این آیات قرآنی رو بخونه که از پشت این قاب جادویی بر جان و دل من بشینه. و این با انگیزه شد برای من که بتونم در واقع محکمتر و با عشق بیشتری در رابطه با قرآن، این کتاب آسمانی و معجزه الهی تحقیق بکنم و بیشتر دوست داشتم در موردش بدونم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه.
ممنون. بله بابا داشتم میخوندم. آخه صوت و لحن و تجویدم داره، اینش عجیبه. حضور خانم ترکاشوند اینجا از باب این اتصال و اتفاق مبارکی است که بعدش افتاد. ما بر مبنای قصص انبیا مستندهایی رو ساختیم و با اشاره به تفاسیر قرآن مکانهای قصص انبیا تا اونجایی که در حد بضاعتمون بود رو احصا کردیم و به اون مکانها رفتیم، از جمله 3 مکان در کشور ترکیه، 1 مکان در روسیه. قصه دیوار یعجوج و معجوج، کشتی نوح، قصه جناب ابراهیم و قصه کهف. حالا راجع به قصه نوح که راوی اون مستند سرکار خانم ترکاشوند هستن، اجازه میخوام که یک کمی از حاج آقای قاسمیان که همراهشون در این سفرها بودند توضیح بخوام و امیدوارم که این جذابیت تعریف ماجرا شما رو به قرآن رهنمون بشه. آقای قاسمیان خیلی خوش ارادتمند تشریف بکنید. آقای قاسمیان البته یه پادکست های هم تولید شده با تلاوت های حامد جان و توضیحات ویژه آقای قاسمیان که اونها هم منتشر خواهد شد. و البته من جا داره که اینجا از حاج آقا قاسمیان خیلی تشکر بکنم. در طول این مستند واقعا همراه بودن و با صبر و حوصله تمام سوالات من رو در واقع پاسخگو بودن. حاج آقا سوال من اینه که این کشتی چجوری نشست و در کجا فرود اومد؟ بلیغترین آیه قرآن خیلی وقتا میگن همین تیکه آیه است. و قیل یا ارض ابلعی ماءک، ای زمین آب تو فرو ببر، که و یا سماء و عقلی، آسمان دیگه نبار. و غیض الماء، آب کم شد. و استوت علی الجودی، این کشتی نشست بر کوه جودی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اولش فکر میکردم با یک بازیگر طرفم، نگو با یک جستجوگر پژوهشگر طرف بودم. و همینجوری که پیش میرفتیم در داستانهای مختلف، الان به احمد آقا گفتم که من احساس میکنم خانم ترکاشوند حتی با سوالای پشت صحنه‌ای که از من میکردن داشتن با داستانها زندگی میکردن به عبارتی. این جهتش بود که رفته رفته من واقعا خودم خوشبین شدم و موجب تولید مستندهایی شد که کم نظیر نیست، بی نظیره. حالا این مستندها رو انشالله میبینید تو همین ماه مبارک و این مستندها واقعا به عنوان مستندهای داستانی مربوط به پیغمبران با روایت قرآنی، این مهمه، با روایت‌های قرآنیش در محل، اینا خب تا حالا انجام نشده و انشالله. الان برای قصه نوح کجا رفتین خانم ترکاشوند؟ ترکیه؟ بله ترکیه بود و ما کشتی حضرت نوح رو رفتیم از نزدیک دیدیم و موزه‌ای که نزدیک به کشتی حضرت نوح هستش، فسیل چوب کشتی حضرت نوح، ماهی‌ها و صدف و همه اینها هست و جالبه که این کشتی دقیقاً به همون شکل و به همون ابعاد فسیل شده در روی این کوه وجود داره و با جرأت میتونم بهتون بگم که وقتی پامو توی اون کشتی گذاشتم خارج از مکان و زمان شدم. یعنی انرژی عجیب غریبی این کشتی داشت و هیچ وقت خودم فکر نمی کردم که کشتی حضرت نوح موجود باشه و بشه به این وضوح در واقع دیدش. امروز قراره به محلی قدم بذارم که یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخه. جایی که سیل شرک و نفاق دست رد به سینه دعوت حق زده و پیامبران عظیم الشأن و اولوالعزمی رو با عده قلیلی تنها گذاشته تا اینکه یک انفجار بزرگ، یک معجزه بسیار شگفت انگیز صف مؤمنان و مشرکان رو جدا میکنه. توی سفر به ترکیه میخوام به سرزمینی قدم بذارم که گفته میشه کشتی حضرت نوح و یارانش پهلو گرفته و حیات جدیدی رو روی این کره خاکی رقم زده. بفرمایید آقای قاسمی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا یک پیغمبری رو بر یک قوم ترمز بریده آورد. برای همین نمیگفت خدا، میگفت خدا. ای جان. اینجوری میگفت. برای همین بشیر نبود، نذیر بود. لقد ارسلنا
نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. خب اومدن یه عده دنبالش منتها گفتن و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یه سری جوون پاپتی در به داغون افتادن دنبال تو، اصلا تو چه پیغمبری هستی؟ و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. این پیغمبر گفت و گفت و گفت تا آخر اینا گفتن یا نوح قد جادلتنا فاکثر تجدالنا فأت به ما تعدنا ان کنت من الصادقین. بابا بس کن دیگه ها، چقدر حرف میزنی؟ خب اگه عذاب خب بردا بیار این عذابو. ما نمیشنویم حرف، ما نمیشنویم اصلا، ما دیگه گوش نمیکنیم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اینجا بود رسید نزدیک دقیقه 90. نزدیک های دقیقه 90 خدا به نوح گفت نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. تموم شد فرصت، تموم شد، گرفت سوتو دم دهنش نوح که دیگه پایان رو اعلام بکنه. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. اینجا بود خدا به نوح گفت نوح واصنع الفلک باعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اینجا بود گفتن که کشتی بساز. نوح گفت کشتی دیگه چیه؟ من کشتی یعنی چی؟ اینجا بود که گفتن اصنع الفلک باعیننا و وحینا. زیر نظر ما کشتی بساز. من بهت میگم چجوری کشتی بسازی. بعدش هم با من دهن به دهن نذار نوح. نگو که جان من این تن بمیره اینا نجات پیدا کنن. انهم مغرقون. تمومه. هی گفتن درخت بکارید، درخت‌ها رو ببرید. هی باز دور درخت بکارید، درخت‌ها رو ببرید. اینجاست که یه هی رد میشن و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا من. یه ده میگن په آقا رو وسط بیابون داره کشتی میسازه. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اتفاقات شروع کرده افتادن. حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور. اون جایی که آتش ازش میاد آب ازش فوران کرد. شروع کرد رفته رفته آب آمد. حتی اذا جاء امرنا و فارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول و من آمن و ما آمن معه الا قلیل. گفتن از هر گونه از هر گونه یک جفت
بیایند و بروند در این کشتی به این عظمت که حالا تو یک آیه عرض خواهم کرد عظمت این کشتی چقدر بوده. اینها همه جمع شدن و اون مقداری که ایمان آورده بودن وارد این کشتی شدن. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. چه اتفاقی میفته؟ میبینید آب مثل آبشار از آسمان میریزه، باران نمیاد. از این طرف چشمه ها فوران میکنه به سمت آسمان. فالتقى الماء على امر قد قدر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الله اینجا بود خدا به نوح گفت نوح موتور رو روشن کن. گفت موتورش دیگه چیه؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن اینجا بود و هی تجری بهم فی موج کالجبال. ببینید تصور بکنید که این کشتی بر موجهایی سوار میشد اندازه کوه. یعنی شما تصور بکنید یک موجهای اندازه توچال این کشتی رو اینجا حرکت میکرد. و هی تجری بهم فی موج کالجبال و حملناه علی ذات الواح و دسر. ما اینا رو روی سری تخت پاره میخ آوردیم جلو. بدونید این میخهایی است که جبرئیل آورده، این 5 میخ طلایی به عنوان حرز برای اینکه این کشتی در این طوفان‌های بزرگ اگر بخواهد بماند باید این میخهای طلایی بماند. حافظ از دست مده صحبت این کشتی نوح و نه طوفان حوادث ببرد بنیادت. این میخهای طلایی باید باشه در 5 گوشه این کشتی خورده میشه و به عنوان حرز این رو حفاظت میکنه. و حملناه علی ذات الواح و دسر تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر. وحملناه على ذات ألواح ودسر الله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. اینجا نوح فرزندش از کافرین نبود ولی شده بود ساکت. گفته بود ببینیم چی میشه. نوح با دشمنانش ببینیم به کارشون به کجا کشیده میشه. و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فدعا ربه انی مغلوب. اونجایی که میخواد
این عذاب بشود فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. این کشتی حرکت میکند تا آنجایی که گفته میشه و قیل یا ارض ابلعی ماءک، ای زمین آب تو فرو ببر، و یا سما اقلعی، ای آسمان دیگه نبار، و غیض الماء، آب میره پایین، و قضی الامر، تمام میشه کار، و استوت علی الجودی، این کشتی بر روی کوه جودی می نشیند. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الامر واستوت علی الجودی. الله. اینجا همه کوها داشتن تطاول میکردن، میگفتن رو ما میشینه نوح، من بزرگترم. جودی یه گوشه‌ای نشسته بود. من کیم که بخواد این کشتی با این عظمت، من کجا هستم؟ من کجا این قصم؟ من چه باشم که بر آن خاطر آتر گذرم؟ اینجاست که خدا میگه باید بر این موجود متواضع کشتی نوح بنشینه. اینجاست که جودی حامل کشتی نوح میشه. اینجاست که گفته میشه قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی ممن معک. تا اینجاش مال نوح، تا ادامهش یک نکته آخر الزمانی داره. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی نه فقط برای قوم تو، و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. یه عده دیگه هم خواهند آمد در آینده، اینا هم وضعیتشون همین وضعیت. ای کسی بخواد با خدا چالش کنه، اون قومی که بخواد با خدا چالش بکنه گرفتار همین موضوعات میشه. برای همین حضرت نوح در روایات ما یک پیغمبر آخر الزمانیه، نه فقط پیغمبر اول الزمانی. ما عود میکنیم و بر میگردیم به همون جریانی که جوامعی پیدا خواهند شد، با خدا چالش خواهند کرد و خواهند گفت قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. خیلی دیگه داری حرف میزنی. اینجاست که خدا نوح خودش رو، مهدی امت رو خواهد فرستاد و بساط ظلم رو جمع خواهد کرد. و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. و پایان بندی این داستان این است که تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. این از خبرهای غیبی بود که ما به تو گفتیم. ما تعلم انت علی قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. اینجوری که ما گفتیم هیچکی نگفتیم، به تو گفتیم. از این جهت فاصبر، همونجوری که نوح صبر کرد، ان العاقبة للمتقین. تلك من انباء الغیب نوحیها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. الله. فاصبر إن العاقبة للمتقين. احسن.
مرحبا. سلامت باشید. مرحبا. تشویق بکنید آقای قاسمیان. من یه نکته بگم، اینجوری رهیافت و دریافت از قصص انبیا خیلی کار سخت، خیلی عجیبه و اینجوری تعریف کردن یه تبحری میخواد که واقعا از آقای قاسمیان بله. این بریده آیات رو تعریف کردن، قصه رو گفتن. این نوح بود. ما برای چند تن از انبیا این کار رو انجام دادیم. این نکته رو عرض بکنم که غیر اینکه توفیقی بود واقعا برای خود من که وارد جریان قصص انبیا بشم با این شیوه که الحمدلله 9 اپیزود دقیقاً داستان حضرت نوح رو با معارف زیادی بیان کردیم که انشالله عزیزان اونجا مراجعه کنن. آقا حامد هم دقیقاً همراه ما خوندن. این به عنوان یکی از کارهای ماندگار مانده. خانم ترکاشمند یه جمله بپرسم و از محضر شما مرخص بشیم. برای این مستند کجا رفتین؟ ترکیه. ترکیه اقدیر. برای مستندهای دیگه کدوم کشور؟ برای مقام ابراهیم، جایی که معجزه حضرت ابراهیم اتفاق افتاد، در شانلیورفا. و چند تا مستند اینجوری دارین؟ در حال حاضر 4 تا رو آماده کردیم. به امید خدا. انشاءالله. به امید خدا. انشاءالله. آقا رسالت، من به دلیل اینکه قصه نوح هست و تقدیر از زحمات خانم ترکاشمند، بزرگوارین، موتور دقیقاً کشتی نوح رو که بسم الله الرحمن الرحیم بود برایشون نوشتم به خط خودم و میخوام ممنونم از شما. تقدیم کنم. زنده باشین. خیلی لطف کردین. ممنونم. متشکرم از آقای قاسمیان عزیز. با یه روحانی هنرمند طرف اینا. بله. نشون بدین تابلو رو اول. متشکرم. ممنونم حاج آقا. سپاسگزارم. خیلی لطف کردید. زنده باشید. بسیار کادوی و هدیه ارزشمندیه برای من. بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم. یا صاحب الزمان، چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان. چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. عزیزان من، در سازمان اوقاف امور خیریه امسال برای یک اتفاق بزرگ پا به میدون گذاشتن. باقیات و صالحاتی که از هر کدوم از ماها بمونه نسلی رو کفایت میکنه. تو این 3 بخش برای توسعه فرهنگ قرآنی، حمایت از جبهه مقاومت و توسعه دانش بنیان، هر کسی که میخواد کمک بکنه کافیه همین کدای دستوری رو شماره گیری بکنه. برای توسعه فرهنگ قرآنی 3x1 3x200 مربع. برای حمایت از جبهه مقاومت 3x1 3x300 مربع. برای توسعه دانش بنیان 3x1 3x313 مربع. بسم الله. دست دهنده محتاج نشه. بگو یا علی. خب، سرکار خانوم یگانه نقی آوا، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. بفرمایین یه سلام علیکی بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. یگانه نقی آوا هستم، از کشور جمهوری آذربایجان، از پایتخت آذربایجان، از شهر باکو. خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. زنده باشین. من در پایتخت آذربایجان متولد و بزرگ شدم و اینو هم بگم که در یک خانواده ثروتمند متولد شدم. یعنی پدر بنده در یکی از شرکت‌های نفت باکو مدیریت داشتن. تک دختر بودم، به خاطر همین هم اسممو یگانه گذاشتن و در یک خانواده بزرگ شدم که اصلاً محیط آذربایجان و باکو اینجوری بود که با دین و مذهب خودشون آشنا نبودن. اصلاً یعنی نمیدونستم که دین من چی میگه، مذهب من چیه. به اسم شیعه بودیم
به خاطر اینکه ما اجدادمون با ایرانیا یکی و خاکمون یکی بوده به اسم شیعه بودیم. ولی بعد از 18 سالم یه دختر بودم که شما تصور کنید آدم در یه خانواده بزرگ باشه، تک دختر باشه، بعد ثروتمند باشه، همه چیز داشته باشه و 18 سال داشتم که دانشگاه وارد شدم. تا دانشگاه که وارد شدم خیلی با دختر عموهام که خواهر بودن میگشتیم، اهل رقص و اهل آرایش و اهل بگو بخند و خوشگذرانی و حتی هر کاری که از دستمون می اومد انجام میدادیم فقط به خاطر اینکه آدرنالین داشته باشیم، خوشگذرانی داشته باشیم. حتی یادم هست بعض روزها سنمون حتی به 18 سالگی نرسیده بود، ما ماشین پدرمون را میدزدیدیم بدون اجازه، با اینکه مثلا ممنوع بود و میرفتیم نصف شب به شهر. بعض روزها از پنجره فرار میکردیم بدون اجازه پدر و مادر، میرفتیم برای گشت شهر و حتی کار به جای رسیده بود که متاسفانه بعض روزها نمیدونستیم چه کار کنیم که مثلا خوشگذرانی داشته باشیم. الکی مثلا زنگ میزدیم به مردم میگفتیم که یه جای آتش گرفته اینجوری و مردم آزاری میکردیم. یعنی دیگه انقدر اشباع بودین که دیگه نمیدونستین چی کار باید بکنین. بله، متاسفانه آدمی که مثلا پولدار باشه، همه چیز داشته باشه، بعضی فکر میکنن که خیلی چیز خوبیه، ولی بعضی موقع ها آدم سرشو گم میکنه، نمیدونه چی کار کنه. و حتی کار به جای رسید که ما یعنی 16-17 سال داشتیم. یه روز دخترمون گفت که یه چیز جدید نیاز داریم، چون دنبال یه چیزای ماجراهای جدید بودیم. بالاخره پول داریم، پارتی میریم، جلسه رقص، عروسی، اون شهر این شهر رفتن یعنی عادی بود برای ما. دخترمون گفت که بیا یه نقشه بکشیم و یه چیز جدید انجام بدیم. عجب. ما میرفتیم به یعنی مغازه های شیک، با اینکه دوربین بود اون مغازه ها و با اینکه نیاز نداشتیم، کل لباس داشتیم، کل مثلا همه چیز داشتیم دقیقا، ولی میگفتیم به یکدیگر که این جنس را دوست دارم. یواشکی میرفتیم مثلا میگرفتیم، نمیدونستیم که این اسمش دزدیه، به خاطر این آدرنالین این کارا را انجام میدادیم. یعنی بسوز پدر آدرنالین. یعنی میدزدیدین عملا فرار میکردین ها؟ بله، اصلا فرار نه، با راحت. خیلی راحت. از تو لباسای منو برمیداری برای آدرنالین بود. اون موقع واقعا یعنی یه چیز جدید، یعنی با پول هر چیزی را انجام میدادیم، یه چیز جدید میخواستیم. حالا شما وارد دانشگاه شدین و اینم تفریحاتتونه. بله. خب چه رشته‌ای دانشگاه درس میخوندین؟ دانشگاه معلمی خوندم. ما میگیم تربیت معلم. بله. بله. و من یه روز بابام گفته که ما یه خونه بزرگ میسازیم، خونه ویلایی، خونه باید عوض کنیم. ما خونمون رو عوض کردیم. در ورودی شهر باکو یه محله بود که پولدارا اونجا زندگی میکردن و خزر دیده میشد، موقعیت خیلی قشنگ، بغل کوه یه ویلا ساختن ایشون. و اونجا که ما رفتیم، بابام درسته که دین و مذهب را نمیشناخت، ولی مهمونی را، اهل مهمونی بود، مهمونی را خیلی دوست داشت و گفت که ما خونه عوض کردیم، باید همسایه ها را دعوت کنیم، یه مهمونی تشکیل بدیم و آشنا بشیم با همسایه ها. اون موقع بابام یه مهمونی خیلی قشنگ مثلا تشکیل داد. متاسفانه تو مهمونه های ما شراب هم بود، گوشت خوک هم بود و ذبح اسلامی اونجا تو بازار کم پیدا هست. خانم یگانه، من یه سوال بپرسم. بالاخره شما اسمن که خانواده‌تون مسلمان و شیعه بوده، چطور میشه یه خانواده مسلمان و شیعه سر سفرش هم گوشت خوک باشه هم شراب باشه؟ ببینید 70 سال با روسیه‌ای ها، با شوروی زندگی کردیم ما. 70 سال فرهنگ ما را، بعد دین ما را، مذهب ما را، مسجدها بسته بودن، اصلا جلسه اهل بیت ممنوع بود.
ما فراموش کردیم یعنی دین مذهب خودمون را و تو شناسنامه ما اصلا مذهب و دین نوشته نمیشه. مثلا شیعه یا سنی یا مثلا مسیحی چی نوشته نمیشه و تو شهرمون هم مسیحی وجود داره، هم یهودی، هم اهل تسنن، وهابیت، همه چیز هست، ولی بیشترشون به اسم شیعه هستن. با همه اونچه که ماها ممکنه نقد و اشکال تو کشورمون باشه، اما این یه افتخاره برای ما. بله. که با افتخار مذهبمون رو تو شناسنامه‌مون می‌نویسیم، تو هویتمون، که میگم شناسنامه، این تو هویتمون اعلام می‌کنیم. بله. با افتخار پرچم اشهد ان علی ولی الله بر فراز این کشور در اهتزازه. جلسه قرآن و روزه و هیئت تو هر کوچه‌ای بری هست. گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرسان زهم که آب کجاست. واقعا ایران برای ماها، برای آدمی مثل من یه ماهی تو آب این سرزمینم که قدرش رو نمیدونم. وقتی الان خانم یگانه داره از شرایط کشور خودش و محل زندگیش میگه، تازه میفهمیم که ایران یعنی چی. یه دنیاست. تازه میفهمیم که ایران یه دنیاست. تازه میفهمیم که ایران برای ما همه چیزه. آفرین. به افتخار ایران و ایرانی. جانم حسنه. غیر از این یه چیز مهمی هم خیلی من دیدم، متوجه هستم که حتی موقعی که ما حواسمون نیست به اون مناسبت دینی که باید افتخار کنیم این ولادت امام، شهادت امام، در خیابان‌های ایران در مدتی که ما زندگی میکردیم و هنوز هم هست، وقتی میای خیابون معلوم امروز یه چیزی هست، حتی اگر این که ولادت باغ نباشی، بله اصلا شهر تو رو به خودت میاره. احسنت. یه کارایی میکنن در خیابان انجام میدن، غیر از مساجد و حسینیه ها، خود مردم و تبریک به هم دیگه، خیابون ها معلوم هست یه مناسبتی هست که مردم بیاد میندازه به ولادت امام فلانی و الی آخر. فاطمیه های ما، نیمه شعبان های ما، عید قدیرای ما، محرم و سفرهای ما. خب بله. پدر قرار شد یه مهمونی بگیره. بله. برای اینکه شما تازه رفته بودین تو اون خونه و همسایه ها رو دعوت کنه و آشنا بشه. بله. تو این مهمونی کل همسایه های اطرافیانمون اومده بودن و همین که گفتم شراب بود، گوشت خوک بود، همه چیز بود سفره. معمولا اونجا مثلا آدما نمیدونن، مثلا گناه محسوب نمیشه برایشون چون نمیدونن شریعت و احکامو. و تو خانواده ما که هر روز شراب خورده میشد و برای مهمونی هم حتما بود. در این مهمونی یه خانواده بود که خانم از همه فرق داشت، قیافش خیلی فرق داشت از همه، یعنی محجبه بود ایشون. من اولین بار بود که چنین شخصی دیده بودم که مثلا لباسش کامل بود، بعد اصلا از سفره ما هیچی نمیخورد، دستشو دراز نمی کرد به سفره. برای من تعجب آور بود. و یه چیز هم بگم که ما چون مثلا مثل ایرانی ها نیست تو کشورمون، تعارف نداریم اصلا. تو ایران که اگه مثلا یکی به ما بگه که بیا مهمون ما باش، اصلا متوجه نیستیم که واقعا میگه مهمون ما باش یا الکی میگه. یا مثلا سوار تاکسی میشه میگه قبول نداره، بعد میره خانم پول ما چی شد اینجوری. این اصلا یعنی تو کشور ما این درک نمیشه چون نداریم چنین چیزی. به خاطر همین حتی در بخش فارسی ما به ما یک کتابچه داده بودن که تعارف‌های ایرانی. یعنی بفرما، یعنی برو. بودی حالا. بله. اون موقع هم من نزدیک شدم به اون خانم، نمیگم تعارف، واقعا گفتم که شما چرا نمیخورید؟ چون در کشور ما اگر از غذای صاحب خونه مهمون نخوره یه جوری بی احترامی یا نپسندیده اینجوری. ایشون یواشکی به من گفتن که شما اگر از آشپزخونه مثل نون و پنیر و انگور چنین چیزی بیارید من میل میکنم. تابستان بود، من هم داشتیم آوردم از این چیزا، یکم میل کرد، بعد گفت که خیلی مثلا گشنش نیست، بعد گفت که اگه دوست داشتی تشریف بیار یه روز خونه ما. از من دعوت کرد. اون خانوم؟ بله. تقریبا 30 سالش بود ایشون
و خیلی یعنی اخلاقش از آدم‌هایی که تا اون روز دیده بودم فرق داشت. خیلی نرم، خیلی مثلا با حیا، لباسش فرق داشت. منم که به دنبال یه چیزهای جدید بودم و هر روز یه چیزی کشف می‌کردم اینجوری. بعد گفتم که یه روز برم خونهشون، که چون جالب بود چرا ایشون مثلا فرق دارن از ما. خیلی فاصله نینداختم و سریع بعد از چند روز رفتم به خونهشون. اینجوری رفت و آمدهای ما شروع شد. تقریبا من هر شب وقت خالی که داشتم میرفتم به خونهشون، چای میخوردیم، صحبت میکردیم، سوال میدادم بهشون. بعد سوال کردم، دیدم که ایشون با نامحرما اصلا دست نمیدادن، فاصله داشتن. یعنی دقیقا همه رفتارهاشون از ما فرق داشته. چون در کشور ما با نامحرما خیلی راحتن دست میدن، یعنی ببخشید بوس میکنن اینجوری، و ایشون اینجوری نبودن. از ایشون پرسیدم که چرا اصلا ایشون مثلا روزه میگرفتم. برای من مثلا تعجب آور بود که چرا باید انسان از صبح تا شب باید گشنه بمونه. و ایشون یعنی سوال میدادم. یه روز ایشون به من گفتن، سوال دادن فقط، یعنی در مقابل این که من سوال میدادم ایشون سوال دادن که آیا شما میدونید که ما امام زمان داریم؟ این سوال را دادن. من تا اون روز حتی پیامبر خودمون را نمیشناختم، یعنی 14 معصوم را نمیشناختم، چه برسه به امام زمان. اسم امام زمان را گفتن، یه تعریف های گفتن از امام زمان. من انگار اون روز متوجه شدم که انگار یعنی دنبال این بودم، گم شده خودم را پیدا کردم و جای خالی من این بود و باید بررسی کنم. یه جوری قشنگ حرف زدن از امام زمان که ایشون پدر ما هستن، همه جا هستن، ما را میشنون اینجوری. ولی سنشون را که گفتن خیلی تعجب کردم و چون انجیل را خونده بودم به یاد حضرت عیسی مسیح افتادم که مقایسه کنم فرقش چیه اینجوری. بعد یک کتاب های دادم به من. آشنایی من با اسلام از امام زمان شروع شد و از اون روز من شروع کردم مطالعات خودم را. ایشون کتاب‌های به من داده بودن که چاپ شده بود در ایران ولی در فروش این کتاب‌ها نبودن. یعنی ایشون مثلا یواشکی آورده بودن، اینجوری دست به دست میدادیم میخوندیم. و یه روز ایشون ماه رمضان بود، ایشون هر روز یه دعایی میخوندن که دلنشین بود. یه چیزی میخوندم، من نمیدونستم دعا هست. به من گفتن که دوست داری یاد بدم؟ گفتم چیه این؟ گفتن که دعای مجیر هست. و یه دفترچه آوردن، تو دفترچه با دست نوشته بودن چون ما اونجا مفاتیح و چنین چیزا نداشتیم و با دست دعای مجیر نوشته شده بود. به من داد. 3 روز طول کشید. دختر عمومو هم مجبور کردم دوتامون دستی از روز و شب اونو نوشتیم که تا بتونیم بخونیم. و موقعی که من این دارا میخوندم حالت گریه پیدا میکردم، نمیدونستم چرا. بعدم پرسیدم، یه قسمت ترجمه گفتن، مخصوصا اون اجرنا من النار یا مجیر قسمتش که بود، گفتن معنیش چیه. بعد متوجه شدم یواش یواش، یعنی حالم عوض میشد، روز به روز عوض میشد. یه روز نماز گفتن مثلا میخوای یاد بگیره، 2 ماه طول کشید که من نماز را پنهانی یاد گرفتم. خیلی سخت بود، یعنی فکر میکردم که زبان چینی یاد میگیرم، انقدر سخت بود. چون من یه صلواتم بلد نبودم. بعد روزه یاد دادم به من، روزه آسون ترینش بود چون بالاخره دخترایی که همسن من بودن به یعنی خودشون میرسیدن، خیلی زیاد نمیخوردن اینجوری. ولی کار رسید به حجاب. با قرآن آشنا شدم. دقیقاً یک قرآن قرض گرفته بودم، ترجمه شده بود به زبان استانبولی، چون روسی، استانبولی و آذربایجانی خودمون را بلد بودم و اون موقع ترکی استانبولی میخوندم اون کتاب قرآن را. خب بالاخره نماز، روزه، اعتقاد اینا مثلا میشه پنهان کرد، ولی حجاب دیگه قیافه عوض میشه، انسان نمیتونه پنهان کنه. و خودم را آماده کردم. تقریبا 1-2 ماه طول کشید و تصمیم گرفتم که محجبه بشم. رفتم مانتو با روسری تهیه کردم و مسجد رفتم. دوستان یاد دادن چجوری باید مثلا ببندم، چون ما اهل آذربایجان و ترکیه روش بستن حجاب فرق داره
و روشش رو یاد دادن. یه جشن کوچیک گرفتم و اسم منو اون روز عوض کردن، گفتن کوثر. احسن. و تا امروز هم همین اسم. بله کوثر. به افتخار کوثر خانم. حالا بله. البته که یگانه هم اسم بسیار زیباییه، ولی حتما کوثر. اینا اعطیناک الکوثر. خب یگانه منو به فقط خاطرات گناه میاندازه، به خاطر همین کوثر به نظرم بهتره. احسن. و از اون روز شدم کوثر. همه کوثر صدا میکردن غیر از خانواده که نمیدونستم. و من یعنی 1-2 ماه اینجوری نقشه کشیدم که خانواده به خبر نشن. موقع ورودی مانتو با رو سری در می آوردم و موقع خروجی سری می پوشیدم. اینجوری 1-2 ماه تونستم پنهان کنم از ایشون. ولی بالاخره متاسفانه همه جای جهان همسایه های فضولی هستن و ما هم یه همسایه فضولی داشتیم که همیش چشمشو مثلا میانداخت، زوم میکرد به من که همیش فکر میکردم این یه کاری میکنه. همه جا هست. ما مثلا تو محله به این یعنی به این همسایه میگفتیم رادار، ما به چیزی میگیم که صورتگیر. یعنی اینجوری میگفتیم واقعا. یعنی هیچ کسی نمیتونست یه چیز مثلا پنهان کنه. خیلی یعنی وارد. و متاسفانه ایشون میرم بعد از رفتن من میبینن، بعد از روی تعجب یعنی نمیدونم خرابکاری رفتن به مادرم گفتن که دخترت چی شده، چرا عوض شده اینجوری. گفته مگه چی شده دخترم؟ گفته که دخترت مثل پیریزنا میپوشه، چرا اینجوری میپوشه؟ تو آذربایجان هر چقدر شما شیک بپوشید اون موقع میگفتن مثلا روسری که میاندازید میگفتن که پیریزن، مثل پیریزن پوشیده اینجوری. و از اون روز دیگه این همسایه فضولی باعث شد که واویلای من شروع شد و سختی های من شروع شد. واقعا الان به زبان آوردنش حتی خیلی سخته برای من که زجر میکشیدم، یعنی شکنجه میشدم، فحش میشنیدم، مسخره میشدم. شکنجه روحی یعنی؟ نه، هم روحی هم کتک خوردن و بعد کتک میخوردی؟ بله. کتک میزد شما رو؟ خانم کوثر بله. مگر پدر و مادر، برادر و خواهر شما رو کمک نمی‌کردن؟ چرا داشتم اتفاقا همون برادران مادر و پدر شروع کردن. اونا شروع کردن به زدن؟ بله. شدیدترین شکنجه ها را از طرف پدرم، مادرم و 2 تا برادرم دیدم. خدا گناهان ایشون را ببخشه. بله، مادرم با خبر شد. اون روز که موقع برگشت میخواستم به خونه برگردم، دیدم دم در وایستاده، دستش یک کلید آهنی و عصبانی منو حسابی کتک زد. اون روز اولین کتکی که برای اسلام خوردم به خاطر حجابم بود و از طرف مادرم. یعنی چیه آهنی؟ متوجه نشدم. کلید با کلید به سرم آنقدر زده بود که سرم ورم شده بود. واقعا یعنی چند روز نتونستم شونه بزنم، اذیت می شدم از درد سرم. و ایشون متوجه شدن که با این همسایه اثر میذاره، قطع کردن ارتباط من با ایشون و اصلا ممنوع کردن. کتک زدم، مانتوی روسری منو خراب کردم. من رفتم چند تا روسری دپو کردم، گرفتم، زپاس کردم تو کیفم و کار به جای رسید که واقعا یعنی 2-3 ماه من حبس خونگی داشتم. موبایل منو گرفتن و قطع ارتباط با دوستان، با مسجد. روزانه منو ساعتشو میدونستم که شب همشون که برگردن موقع کتک خوردن من هست. و الان خودم مثلا فکر میکنم که چجوری من تحمل کردم. واقعا اهل بیت منو یاری کرد. چون اون خانم به من یاد داده بود که هر موقع که سختی دیدی حتما امام زمان را صدا بزن 3 بار. خود امام زمان گفته. گفتم چجوری صدا بزنم؟ ایشون گفتن که یا ابا صالح المهدی ادریکنی، اینجوری 3 بار صدا زن. من روزانه 100 بار صدا می زدم. یعنی واقعا مادرم از موهام مثلا می گرفت روی زمین اونور اینور می کشوند، بعد
برادرم آنقدر کتک میزد، بعد از لاله گوشم میگرفت، اذیت میکرد. لاله گوشم جدا شده بود، حتی چند سال زخمی موند و اینجوری. و اینم نیست. من اون موقع دیگه با تاریخ عاشورا آشنا بودم. موقعی که منو مثلا اذیت میکردم، مخصوصا از مو کشیدم و روی زمین و لاله گوشم که پاره کرده بودم، من واقعا فقط به فکر دختر 3 ساله حضرت امام حسین بودم اون موقع و برام خیلی سخت بود روزه حضرت رقیه. و دقیقا شما فکر کنید که شما تنها هستید در اوج لختی، فقط شما پوشش کامل دارید و بین عزیزانتون شما هیچ عزیزی ندارین، غیر امام زمان شما هیچ یاری ندارید، غیر خدا شما هیچ یاری ندارید و همه فامیلا میان به شما به عنوان یه مجنون، دیوونه نگاه میکنن که دختر فلانی دیوونه شده و شما دیگه هیچ جایی نمیتونید به راحتی برید، مثل زندان کاملا. چون من دختر پولدار بودم، منو مثلا به زندان نانداختن یا مثلا چیزی نکردم و نه حتی ممکن بود زندانم بریم. ولی تهمت میزدن که به کدوم گروه ملحق شدی، با کی همکاری میکنی، مخصوصا تو اونجا که مثلا کسی محجبه میشد یا چادر میپوشید میگفتن که برچسب ایران میزدن اون موقع. و اون موقع من ایران را نمیشناختم ولی همش میگفتن که راستش منم شکنجه میکردن که بگم که کی منو مثلا هدایت میکنه، کی این کار را انجام میده. من واقعا با هر بار که به من مثلا مجنون، دیوونه میگفتن به فکر پیامبر میافتادم. هر بار که مثلا کتک میخوردم به فکر حضرت زینب، حضرت رقیه میافتادم. و کار به جای رسید که بابام به منو تهدید کرد که اگه این کار رو انجام بده دیگه تیمارستان میبرمت و واقعا هم میتونست با پول این کار رو انجام بده. من خیلی تبسم میکردم به امام زمان، به حضرت ابوالفضل عباس و نمازها میخوندم. یه شب به من الهام شد، یعنی انگار کسی به من گفت که کوثر چرا تقیه نمی کنی؟ چرا تقیه نمی کنی؟ من تقیه را شروع کردم از اون شب. فرداش رفتم به مادرم گفتم که دیگه هر جوری که شما دوست دارید من مثلا انجام میدم. و یه نکته را بگم که به هیچ وجه، به هیچ عنوان به مادر پدرم یعنی به احترامی نمی کردم. حتی منو سخت می زدن. چون آیه قرآن را به من گفته بودن ایشون که و بالوالدین احسان و حتی اوف نگیم به مثلا به والدینتون احسان کنید. من اصلا تنفر نداشتم از ایشون، میدونستم که ایشون بلد نیستن. و وقضا ربک الا تعبدوا و اون موقع دیگه تقیه که به ذهنم رسید، تقیه رو شروع کردم. گفتم از تو حرکت، از خدا برکت. و تقیه رو شروع کردم، نقشه کشیدم که اعتماد ایشون را به دست بیارم. و واقعا هم با کمک و یاری امام زمان و خداوند اعتماد ایشون را به دست آوردم. و اولین فرصتی که از اون خونه خارج شدم
در اولین فرصت من فرار کردم، دیگه برنگشتم به اون خونه. یعنی تقیه رو یه محملی کردین برای اینکه از خونه فرار کنین؟ بله، منو اصلا بیرون نمیذاشتن، حتی حیاط تو خونمون نمیذاشتن و نرده های آهنی داشتیم تو پنجره ها و موبایل نداشتم، حتی تلفن ثابت را دستگاهشو میبردم با خودشون. من یعنی دستگاه ها میذاشتن که هر جا که حتی بخوام به دوستم زنگ بزنم ضبط میشد. یعنی نمیتونستم به راحت از اون خونه که مثل زندان بود، همه چیز بود ولی خیلی خونه ای مثل شیک و بعد ویلایی اینجوری، ولی من آرامش نداشتم تو اون خونه. این تقیه رو عمار هم کرد دیگه. عمار یاسر همین کارو کرد که زیر شکنجه یک توهینی کرد به پیغمبر و بعد به همین وسیله آزاد شد، فرار کرد، اومد مدینه. خیلی مورد شماتت قرار گرفت عمار که در حقیقت تو خلاصه بند آب دادی، برای چی یه همچین حرکتی زدی؟ اینجا بود که آیه نازل شد که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. هیچ موقع نباید مؤمنین ولایت کافرین رو قبول بکنن. و من یفعل ذالک، کسی که این کارو بکنه، فلیس من الله فی شیء، هیچی اگر کسی این کارو بکنه خلاصه پدرش در اومده. بعد این یه الا رو میذارن، الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر اینکه این کار از سر تقیه داره میکنه، نه از سر بی‌حوصلگی و وادادگی و اینا. یه موقع از طرف اصلا اعتقاد براش مهم نیست، میگم فوش بده فوش میدم، یه مورد تقیه، نه اینجوری که نیست. یه موقعی داره یک طرح و نقشه ای رو اجرا میکنه، لازمه که این طرح و نقشه رو طرف نفهمه، یه همچین کاری میکنه و بعد خودش از اون مهلکه خارج میکنه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. خب بفرمایید خانم. و موقعی که فرار کردم باید خیلی مثلا مواظب بودم. اصلا نزدیک 1 سال من موبایل استفاده نکردم که با GPS منو پیدا نکنن. فرار کردین کجا رفتین؟ یکی از دوستانم بود که مذهبی بودن ایشون و خانوادهشون مذهبی بودن ولی خیلی فقیر بودن. رفتم به خونه ایشون، مادرشون به من اجازه داده بودن موقتا که من پنهان بشم، چون پلیس هم دنبال من بود و خانواده من دنبال من بود. این دفعه اگه به دستشون می افتادم دیگه می دونستم که یعنی زنده نمیمونم و به خاطر همین حتی یه جای مخفی بود تو خونهشون، زیر زمین بود که انباری، خونه حیات بود که زیر زمین بود. اونجا مثلا یه چیز انداخته بودن که دیده نشه. گفتن که هر موقع احساس کرده که کسی اومد، پلیس یه چیزی، باید اونجا پنهان بشه. خیلی یعنی واقعا روزهم با گشنگی بود، روزه میگرفتم. به خاطر همین روزه میگرفتم که استفاده کنم از این فرصت. بالاخره یک روز از دوستانمون اومد گفت که ما یه خبر خوش داریم برای شما. چه خبر خوش؟ گفتن که ما میخوایم بریم جمهوری اسلامی ایران، معارف اسلام را یاد بگیریم اونجا، شهر گم. من هم یه ذره ترس داشتم از تعریف هایی که در کشورم میگفتن، هم میخواستم برم چون دوستانم خیلی تعریف کردن که خیلی شهر قشنگ خوب اینجوری مذهبی، بعد مرکز تشیع اونجا هست. به من گفتن که هجرت برای شما واجبه. به خاطر همین من قبول کردم. از طریق اینترنت ما
فرم پر کردیم، یعنی مثل مصاحبه کوتاه مدت ما را قبول کردن، ما راهی گم شدیم. خیلی استراب داشتم به خاطر اینکه دوستان گفتن که بابات پولدار، ممکنه به مرز سفارش بده که شما مثلا نتونید رد بشید. از لحاظ قانون رضایت پدر واجب نبود برای من، چون ما چنین چیزی ندارم. 18 سال که شد به راحتی میتونیم خارج از کشور بریم بدون اذن پدر یا مثلا شوهر. و اون موقع نزدیک شدیم به مرز آستارا. دوستانم گفتن که آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدا و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا گفتن که تو رو خدا کوثر این آیه زیر زبانت باشه که به راحتی رد بشه. من حفظ بودم، کل مسیر را اینو خوندم و به راحتی با این آیه رد شدم از مرز. آیه‌ای که رزمنده های ایرانی تو شب‌های عملیات میخوندن که دیده نشن و همیشه هم مؤثر بود واقعا. بله اصلا راحت، خیلی راحت رد شدم، کسی با من کار نداشت. و به ایران که وارد شدم اوج یعنی احساس امنیت و آزادی را احساس کردم. دیگه در کشور دیگر بودم و به اطراف که نگاه کردم، اول برنامه که گفتین همه جا مثلا احساس می شد که اینجا دین و مذهب چیه. صدای اذان از میناره بلند می شد. تو کشور ما این ممنوع هست و من قشنگ میدونستم دیگه ساعت نگاه کردن، حساب کتاب کردن نیاز نبود. دیگه رستوران که رفتیم میتونستم به راحتی هر گوشتی را بخورم. یعنی خیلی لذت بردم و همه شهرها که ورودیش عکس حضرت آقا، مقام معظم رهبری، شهدا، انگار منو مثلا استقبال میکردن. اینجوری یه آدم مخصوص احساس میکردم خودم را، چون چنین چیزی ندیده بودم که یه مثلا عکسای خیلی بزرگ میگه انگار از من استقبال میکرد. و اومدیم رسیدیم گم که رسیدیم من توسل به حضرت معصومه کردم. 40 روز اینجوری توسل کردم که منو نگه داره اینجا. و من میخواستم برم جامعة الزهرا، با جامعة الزهرا آشنا شدم. میخواستم برم جامعة الزهرا و تو جامعة الزهرا طلبه بشم، چون فضای اونجا را به ما نشون داده بودن. به عنوان مثلا گردش میبردن همه جامعه مذهبی، مکانهای حوزوی میبردن، شهدا میبردن. من دعای عهد خوندن سر صبح ساعت 8 اونجا دیدم. گفتم کوثر حتما باید بین اینا باشی. نعم باید درس بخونی اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الله 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 رحیم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. من رو یاد این آیات سوره نساء انداختن. ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض. اینا وقتی که جون یه عده رو میگیرن میگن کجا بودی؟ میگه من مستضعف بودم تو زمین، بالاخره خانواده‌ام اینجوری بودن و شرایط چیزی اینجوری بود، منم اینجوری شدم دیگه. میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها.
این زمین خدا وسیع نبود تو مهاجرت کنی؟ آقا اگر کسی جایی نمیتونه دینداری کنه، چه شهری باشه چه کشوری باشه، تو یک جمعی باشه و نمیتونه خودشو حفظ بکنه، یا اون جمع رو میتونه عوض بکنه، یا اگر نمیتونه خدا گردن نمیگیره بگه باشه اتفاقا خوبه، خب باشه حالا نمیتونستی دیگه، نه خدا گردن نمیگیره. قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، می‌خواست بگه یه جای دیگه زمین به این وسعت برو یه جای دیگه. میگه آقا شوخی گرفتی، تو شوخی گرفتی. اون موقعی که ملائکه دارن طرف رو اخذ روح میکنن، همونجا بهش همینو بهش میگن کجا بودی؟ میگه من یه جای بودم نمیتونستم دینمو حفظ بکنم. یا میخوام یه جای دیگه که دینت حفظ کنی. من تو فلان جمع، تو فلان دانشگاه، تو فلان جمع، خب میخواست جمع تو عوض بکنی. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم. نعم الله الله الله. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بله داره الا المستضعفین من الرجال و الولدان. یه سری پیرزن پیرمرد نمیتونه، حرکتی نداره دیگه، یه عمری اونجا زندگی کرده، اونو استثناء کرده، اون اصلا تحت تأثیر این چیزا هم نیست، اونو گفتن اون اشکالی نداره، اون مثلا میتونه سر جاش بمونه. ولی یک دختر جوانی که در حقیقت تازه داره و تو یک خانواده‌ای دارن لهش میکنن توی مسائل دینی، این باید جمعش رو تغییر بده. البته کار بزرگی کردن. واقعا میشنیدم هم داشتم احساس عظمت در آن سو و حقارت در این سو میکردم که یک دختر خانوم، یک کوثر خانوم بابت اینکه یه حجاب سرش بکنه چقدر داره کتک میخوره. و بعد من آخوند اینجا نشستم تو جایی که 5 وعده دارن اذان میگن، تو اون جایی که دینداری به شدت راحت تره. اون ما وایسادیم اینجا، واقعا اینجاست که خیر ما رو محکم خواهند چسبید. توی کشوری بودی مراسم‌های مذهبی بود، نماز جماعت بود، حجاب آزاد بود، حجاب مورد تشویق بود، تایید بود، همه اینا بود. اون موقع تو اینجوری داری عمل میکنی، تو آخوندش داری اینجوری عمل میکنی، تو خانومش، تو آقاش. بابا چه شرایطی ما لازم داریم؟ بهشت قرار نیست باشه دیگه اینجا که، ولی چه شرایطی ما لازم داریم برای این که کسی مسیر دینداری بره؟ کلاس قرآن میخوای هست، جلسه قرآن میخوای هست، هیئت میخوای هست، دبیرستان خوب میخوای هست، معارف میخوای هست، صفحات مجازی اگه بله تو میخوای دنبال آشغال بگردی اونم هست. ولی اگه هر چی میخوای، فایل صوتی خوب میخوای، سخنرانی میخوای، بهترین معارف میخوای هست. اینجاست که ما دوچار ناشکری شدیم و قلیل من عبادی الشکور. ما داریم دوچار ناشکری میشیم و این ناشکری زمینه است که ازمون نعمت را خواهند گرفت. اینو بدونیم. ناشکری باعث میشود که، ناشکری یعنی چی؟ شکر یعنی چی؟ یعنی که نعمتی که دادن من استفاده کنم. دور و برمون نگاه کنید، الان نگاه بکنید، یه مورد تو حبس خانگی شده، کتک خورده، شکنجه شده، از مرز با چه وضعیتی رد شده فلان، اینا حجت‌های خدا برای ما.
به شما ایرانی ها که شما در یه تکه بهشت زندگی میکنید. واقعا نمیدونید که این کشور چه کشوری هست. من ایران را خیلی دوست دارم. در کشور من خیلی ها تشنه هستن که تابعیت ایران را داشته باشن. ای کاش اونجا زندگی میکردم، ای کاش فاطمیه را احساس میکردم، ای کاش پرچم مشکی میدونستیم چیه. تو آذربایجان حتی ما حق نداریم که یه پرچم یا حسین نصب کنیم. ما حتی جریمه داریم برای جلسه اهل بیت 70 میلیون. برای یه جلسه اهل بیت 70 میلیون جریمه داریم، یا 20 روز زندان یا 70 میلیون جریمه. 70 میلیون تومان. 70 میلیون تومان. بله. با پول شما. در غیر از ایران من ندیدم که ارزش بدم به زنان. واقعا حتی در دانشگاه ها که بین اطرافیان ما هستن میبینم که دانشجویان خانوما خیلی زیاد هستن، دخترها خیلی زیاد از آقایون هستن. این خودش یه نشانه ارزش دادن به زنان هست. مراکز فروش فقط برای خانم‌ها، تاکسی خاص خانم‌ها، بله همه چیز، دوره‌های خاص خانم‌ها. و حتی این از یک لحاظ شما کشور خودتون رو گفتین، وسط رو گفتید، لحاظ دیگه کشورهای دیگه دخترشون را میکشن مگر اینکه با پسر عموش ازدواج نکنه، مگر مثلا کار بدی انجام داد. تا این حتی چیزی که خیلی خوشم اومده بود تو ایران، من خانم‌های ایرانی را تشبیه میکردم به شاهزاده با عظمت، با وقار، با چادر و مشکیش. یه حاجه ها هم پیشش بود تو قم، دستش یه بچه، شونش هم یه کیف زنونه. من اینو غیر از ایران جایی ندیده بودم. البته این بیشترش برای احترامه، ولی بعضی موقع از ترسه. نه میگن که ایرانی ها زنزلیلن، ولی من قبول نمی‌کنم. خب ما یک ضرب المثل مشهور داریم در افغانستان که میگوید از 100 خویش یک همسایه بیش. یعنی از 100 خویش یعنی فامیل یا اطرافیان، یک همسایه بیش. یعنی اگر همسایه خوبی داشته باشید از 100 تا خویش یا 100 تا اقوام بهتر است. این چیزی که برای همشیره ما کوثر خانم اتفاق افتاد. رسالت عزیز، باور کنید بارها اتفاق افتاده، چه در اسپانیا چه در لندن. ما نمیدانیم که همسایه ما کی هست. یعنی ما از او همسایه‌ای هستیم که من افتخارم میکنم که بعضی وقتا ساعت 10 شب، بعضی وقتا صبح زود ساعت 7 صبح همسایه ما در میزنن، میگه ببخشید نان ندارین، ببخشید قهوه ندارین. چون ما باشون بسیار راحت هستیم، دروازه ما برای همسایه‌های ما باز است. باور به خدا کنین رسالت عزیز، من بعضی اوقات یکی از شاگردای من در امبولانس لندن کار میکنه و این برای ما بعضی اوقات میگه ما بعضی خانه ها را میریم که در اون خانه شخصی فوت کرده، 30 روز 40 روز از فوتش گذشته و از تأثیر بوی متعفن جسد ما خبردار میشیم که از اونجا فوت کرده و میریم حکم میگیریم و در باز میکنیم، نفر پیدا میکنیم. چون ارتباط نیست. اون محیطی که در اینجا هست، اون محیطی که در کشورهای اسلامی هست اونجا نیست. خب همسایه بسیار تأثیر داره و این خود شرایط دولتی هم بسیار تأثیر داره. و چه زیبا شما مطلعی از دعای مجیر گفتین که ما یک فرصت مختلف میشم یک جایش برای شما تلاوت میکنم ان شاء الله. سبحانك يا الله يا الله تعاليت يا رحمن يا الله أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير هم جا بروام
به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو همه جا دنبال تو میگردم که توی درمان همه دردم یا ابا صالح مددی مولا یا ابا صالح مددی مولا یا ابا صالح مددی مولا یا ابا صالح مددی. یه سوال، از پدر و مادر و برادراتون خبر دارین؟ ارتباط دارین؟ پدرم فوت کردن متاسفانه، یعنی در حالت قهر با من فوت کردن، ولی آخرین کلمه ای که گفتن اسم یگانه بود، یعنی با اینکه کما بودن 2-3 بار اسم منو صدا زدن از دنیا. بعد از این اتفاق دیدیشون اصلا؟ ندیدم، نه. یعنی اون آخرین باری که از باکو اومدین بیرون و تمام ندیدم. دیگه برنگشتین؟ اونها هم خبر نداشتن از شما؟ نه، دختر عموهام به وسیله من هدایت شدن، واسطه بودم بین ما و مادرم در قید حیات هستم ولی دوست ندارن ارتباط برقرار کنیم، با اینکه من چند بار سعی کردم، تلاش کردم، پیام هم دادم، قبول نکردن، جواب ندادم. خانم کوثر، ممکنه که به واسطه محفلی که به نور قرآن و اهل بیت جهانی و عالمی شده مادر شما این برنامه رو ببینه، رو به دوربین با مادرتون حرف بزنین. Mən Allahdan həmişə çox istəyirəm ki, anam Allahı tanısın və Allaha səcdə etmədən dünyadan getməsin. Və atam üçün bu duanı eləyirdim, olmadı. Qardaşımın biri dünyadan getdi, olmadı. Amma anam üçün çox dua eləyirəm və çox istəyirəm, çünki İslam təkid eləyir, çox istəyirəm ki, anamı ölməzdən, dünyadan köçməzdən ya mən ya o görüm. Madər mən دوست دارم که نصیب پدرم نشد سجده کنه برای خدا، نصیب برادر بزرگم نشد از دنیا رفتن ایشون، ولی همیشه دعا میکنم و دوست دارم که شما خدا را بشناسید و سجده کنید در قبال خداوند. و من چون اسلام خیلی تاکید میکنه و مادر خیلی مهمه در اسلام، دوست دارم قبل از یا ایشون یا من از رفتن دنیا ایشون را ببینم و در خدمت ایشون برسم. و اینو هم بگم آخرش، دوست دارم 1-2 تا چیز را نکته را بگم که اون همسایمون اسمش ستاره بود. ایشون واقعا ستاره زندگی من بودن. چجوری در صحرا آدم گم بشه با ستاره ها مسیر را پیدا میکنه، دقیقا ایشون ستاره زندگی من بودن و مدیون ایشون هستم. و ازش خبر داری؟ بله، در ارتباط هستم با ایشون. هنوز باکو هست؟ هنوز باکو است و همسایه مادرم هست، حتی احوال مادرم را از ایشون میپرسم. و علامت و بالنجم هم یهتدون. ستاره که ستاره زندگی شما شد، بله، شما رو با خورشید عالمتاب امام زمان آشنا شدم. بله، و بعد از چندین سال مبلغ شدم، مبلغ بین الملل شدم، هم در روسیه، ترکیه، آذربایجان، از طریق اینترنت حضوری در ایران، همه شهرهای ایران میرم. و اون موقع از کشورم از من درس مهدویت خواستن آنلاین. من نمیتونستم، با اینکه مهدویت را بلد بودم، میتونستم مثلا تدریس کنم، ولی این موبایل و رایانه نداشتم، لپتاپ نداشتم. یه روز، یعنی هر روز به خونه، مثلا هفته یه بار به خونه دوستم میرفتم، دور میرفتم، اذیت میشدم، خانواده اذیت میشدن، آنلاین تدریس میکردم، برمیگشتم. یه روز موقع برگشت خیلی هوا بارونی بود و باد بود تو هوا
با امام زمان داشتم حرف میزدم، به امام زمان میگفتم که یا امام زمان آخه یه لپتاپ و موبایل چیه که شما نمیتونید برای من تهیه کنید؟ به شما یه هفته وقت میدم، حتما. پلی‌استیشن که نخواستم. گفتم من میدونم که شوهرم نمیتونه تهیه کنه، ولی دست شماست دیگه، یه پدری کنید. اینجوری گفتم، حتی اینجوری کردم یا امام زمان یه موبایل چیه که یه هفته به شما وقت میدم تا مهدویت بعدی حتما برسونید. اینجوری گفتم، با خنده و اومدم خونه، با خودم هم خندیدم که من چجوری حرف میزنم، نکنه بیادبی باشه به امام زمان. من گفتم نه، مگه نمیگن که ایشون پدر ما هستن، منم دخترشون. تولد حضرت زهرا نزدیک بود و یک از دوستانم گفت از خارج از کشور گفتن که برای شما یه سورپرایز دارم، بیایید تو پارک نزدیک خونتون. من اومدم نزدیک خونمون، یه پارک بود، خیلی باصفا نشستیم صحبت کردیم. ایشون گفتن که آماده هستی برای هدیه؟ گفتم چه هدیه هست مگر؟ دستشون یه گول بود، یه بادکنک که خیلی زیبا و قشنگ بود با اون نور، چیزهایی که نور داره بادکنک ها. بعد آورد یه سامسونگ A52. من واقعا اینجوری شوکه شدم، یا امام زمان من واقعا پس دست خودمون مثلا طولش میدیم، وقت نمیدیم بهشون که یه هفته وقت دادم به شما. بعد میگه که آروم باش، به من گفته که خیلی محبت کردی. ادامه داره. ایشون گفتن آروم باش آماده هستی هدیه دوم؟ گفتم که چه هدیه؟ یه لپتاپ HP. عجب. خدایا این چیه؟ من مردم بهشت اینجا اینجوری. بعد ایشون گفتن که این هدیه امام زمان برای روز تولد حضرت زهرا. خانم کوثر، شما الان حرف از این هدیه زدین، ما میخوام به شما یه هدیه بدیم. هدیه دوست دارم. لپتاپ که داره. چی؟ نشنید نمیذاری بشم. موبایل هم که داره. موبایل دارن، آره موبایل و اچ پی و اینا دارن. ماشین ندارم. واقعا مبلغه، بلد کاره. درسته ایران تو حرف زدن که دیگه ما نه درسته ایران خیلی بالا، ماشین یه خورده. حاج احمد گفت ماشین ندارم، دست به جیب شد. خب ما 2 تا هدیه داریم. یکی امسال هدایای خاصی رو برای مهمانان ویژمون تو محفل تدارک دیدیم، انگشترهای خاص عقیق با نشان محفل که تقدیم میهمانانمون میکنیم، و یک هدیه دیگه شما و ابوالفضل و عباس و همسرتون، یک خانواده 4 نفره. هر 4 نفرشون به اذن سید الشهدا ما واسطه میهمان محفلن، یه سفر ویژه کربلای ما. آخرین بار کی کربلا رفتی؟ 40 نتونستم برم. از آقا میخواستم که منو دعوت کنه با خانواده یه وقت خلوت. یعنی دل سیر زیارت کنین انشالله، به همراه خانواده عزیزشون انشالله مشرف میشن به کربلا. و همه اهل محفل، حاضران این جمع، مردمی که شما رو دیدن تو اون سفر به ویژه یاد بکنین. حتما. زنده باشین. به افتخار سرکار خانم کوثر. میگن در همیشه روی یه پاشنه نمیچرخه. راست میگفتن قدیمی ها. وقتی بیای صبح میشه این شب، وقتی بیای رنج و حرمان و غم و اندوه تموم میشه. خدای ما رمزون، ما شکایت داریم، ما شاکیم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، پیغمبر تو که ندیدیم، و غیبت ولینا، اماممون غایبه، و کثرت عدونا، دشمنامون زیادن، و قلت عددنا، ما کمیم، و شدت الفتنه بنا، و تظاهر الزمان علینا. از آسمون و زمین داره برمون میباره. برسون
اون آقایی رو که این شب رو صبح میکنه برسون. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر و مد فی عمره الشریف و زین الارض بطول بقائه. خداحافظ. گشاینده بیتا آشنا روزیده بخشاینده یاری کننده المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم جبران اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم همواره بخشنده آبرو دهنده جان ستان جان فضا تو بپذیر رهنما عشق بی انتها الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم هستی بخش دل سوز فرزانه هویدا یابنده گرداننده نگهدارنده صاحب بخشش و دانش الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام نخستین و واپسین شکافنده زرده ها جاودان نور ایمان آرامش جان الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بادا بهترین درودت بران بهترین مخلوقاتی که سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.